سلام دوستای عزیز، وقت شما بخیر. امروز میخوایم درباره فواید خرما با شما صحبت کنم. خرما یک ماده غذایی مفید و سرشار از فیبر و آنتی اکسیدانهای مختلف است که مصرف آن با افزایش انرژی بدن و جلوگیری از بسیاری از بیماری‌ها کمک می‌کند. خرما به دلیل قندهای طبیعی و مواد مغذی فراوانی که دارد به عنوان یک معین‌ماده سالم در نظر گرفته می شود. خرما سرشار از مواد مغذی مختلف مثل پروتئین، مس، مگنیزیم، پتاسیم، ویتامین B6 و فیبر است و از همین رو مصرف آن بخش زیادی از مورد نیاز بدن را تامین می کند. هر 100 گرم خرما برابر است با 277 کالری و حاوی 75 گرم کربوهیدرات، 7 گرم فیبر و 2 گرم پروتئین است. این ماده غذایی آنتی اکسیدان‌های فراوانی دارد و از همین رو مصرف آن از آسیب رادیکال‌های آزاد به سلول‌های بدن جلوگیری می‌کند. 1. جلوگیری از یبوست و درمان آن با خرما حاوی مقادیر زیادی فیبر است و از همین رو مصرف آن به بهبود عملکرد دستگاه گوارش و افزایش حجم مدفوع کمک می‌کند. مصرف خرما موجب بهبود حرکات روده و رفع یبوست می شود. یک مطالعه که به مدت 21 روز روی 21 فرد انجام شد نشان داد که مصرف 7 خرما در روز می تواند به رفع یبوست کمک زیادی کند. اگر در مورد فواید خرما با آب چیزی نشنیده اید، باید بگوییم که مصرف همزمان خرما و آب موجب بهبود جذب فیبر خرما می شود و برای درمان یبوست و رفع نفخ معده مؤثرتر است. 2. تنظیم قند خون. خرما مقداری زیادی قند دارد، اما این ماده غذایی سرشار از فیبر است و از همین رو مصرف به اندازه آن مانع افزایش ناگهانی قند خون می شود. یکی از مهمترین خواص خرما بعد از غذا این است که به خاطر شاخص گلیسمی پایینی که دارد از افزایش ناگهانی قند خون جلوگیری می کند و میل شما به مصرف شیرینی پس از غذا را کاهش می دهد. 3. جلوگیری از بروز بیماری‌های مزمن. آنتی اکسیدان‌های موجود در خرما خطر ابتلا به سرطان و انواع بیماری‌های مزمن را در بدن کاهش می‌دهند و از سلول‌های بدن در برابر رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد که مصرف خرما از بدن در برابر انواع بیماری‌ها از جمله سرطان محافظت می‌کند. از مهمترین آنتی اکسیدان‌های موجود در خرما می‌توان به فلاوئنوئیدها، کاروتئین‌ها و اسید فولیک‌ها اشاره کرد. 4. کاهش التهاب بدن با خرما سرشار از فلاوئنوئیدهای قدرتمندی است که به از بین بردن التهاب در بدن کمک می کند و خطر ابتلا به التهاب در بدن را نیز کاهش می دهد. فراموش نکنید که التهاب یکی از مهمترین عوامل بروز بیماری و درد دل در بدن است. 5. سلامت مغز و بهبود حافظه با خرما. مصرف خرما به بهبود عملکرد مغز کمک زیادی می کند و مانع بروز التهاب در مغز می شود. مطالعات نشان می دهد که مصرف خرما در افزایش سلامت مغز و جلوگیری از مرگ سلولهای مغزی مؤثر است و نقش مهمی برای بهبود حافظه و توانایی یادگیری دارد. 6. کمک به مادران باردار برای زایمان طبیعی. خرما یک ماده غذایی مفید برای کمک به گشاد شدن دهانه رحم است که موجب می شود خانم‌های باردار زایمان راحت‌تری را تجربه کنند. مطالعات نشان می دهد که مصرف خرما قبل از زایمان موجب کاهش زمان زایمان طبیعی می شود و به خانم‌ها کمک می کند تا زایمان طبیعی راحت‌تری داشته باشند.